سلام. سلام آقای خوب عارف. هستین؟ خوب هستین؟ خوبین؟ قربون شما، سلامتین؟ مرسی. شما خوب هستین؟ احوال شما؟ سلام به تشکر. شما عرض می‌کنم سلام خانم. سلام خدمت خوب شما، هستین ان خیلی شاء الله؟ خوش اومدین. مرسی، ممنونم. امروز قرار بود که یه لایو 4 نفره داشته باشیم با مهسا جان عزیزم. قرار بود که لایو داشته باشیم، متاسفانه نتونستم بیان. اشکال نداره، انشالله در لایوهای بعدی باشون در ارتباط میشیم. میخوام که یه معرفی داشته باشیم، اول از آقای عارف عزیز، بعد میتونیم که من و نهال جون، چون همیشه ما اول معرفی میکنیم دیگه، امروز حق تقدم میدیم به آقایون. امروز آقایون بله. مقدم. دقیقاً. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما فاطمه خانم، خدمت شما نهال جان عزیز. امیدوارم که خوب باشین. خیلی متشکرم از اینکه من رو دعوت کردین به لایو خودتون. من عارف هستم، ساکن هلند هستم و من بک‌گراند من تو فایننس هست و سالهای زیادی هم هست که تو بخش فایننس و عادت فعالیت میکنم. شغل من هست و تو بخش دیجیتال مارکتینگ هم، سوشال میدیا مارکتینگ، یک سالی هست که فعالیت میکنم و الانم که اینجا با شما هستیم این فرصت درآمدزایی آنلاین بازاریابی دیجیتال رو معرفی میکنیم به دوستانی که ما رو بیننده هست. دقیقاً، بسیارم عالی. منم خودم معرفی کنم، باز میریم سراغ نهاد. منم فاطمه هستم، همونطور که دوستان منو میشناسن از پیجای مختلف. من با آقای عارف قبلا خیلی وقت میشه کنم لایو داشتیم، ولی جدیدا لایو نداشتیم. منم فاطمه هستم، اهل افغانستان، ولی خب من 10 سال میشه که مهاجرت کردم، اومدم آمریکا زندگی میکنم، درس خوندم اینجا و در حال حاضر فول تایم هم سر کار میرم و این بیزنس آنلاین رو هم به صورت پارتنر نگه داشتم که به زودی بتونمش به صورت فول تایم انجامش بدم تا از تمام این مزایایی که در موردش همیشه صحبت میکنیم برخوردار باشم. همینطور میریم سراغ نهال جون. نهال جون شما یک معرفی داشته باش عزیزم. منم نهال هستم، حدود 5 ساله که به کانادا مهاجرت کردم. بک‌گراندم مهندسی مکانیک، الان به صورت فول تایم مشغول به کار هستم. در کنارش هم این آنلاین بیزنس رو دارم. حالا بحثمون که شروع کنیم بیشتر در مورد این توضیح میدم که اصلا چطور دارم این دوتا رو با هم هندل میکنم و فکر میکنم که این لایو برای کسی که هم کار فول تایم دارن و هم میخوان این بیزنس رو انجام بدن خیلی خیلی مفید باشه. دقیقا. یه سوالی که من اول قبل از اینکه بحث شروع کنیم دارم از آقای عارف عزیز اینه که چطوری با این بیزنس آنلاین آشنا شدین؟ میخوام، من همیشه دوست دارم اکسپریانس مردم رو ببینم که چطوری شدن که با بیزنس ما آشنا شدن. بله، من یک تبلیغ آنلاین رو دیدم از یک خانم اهل افغانستان که ساکن ایالات متحده آمریکا بودن و یک تبلیغ ویدیویی بود البته، و دیدم که ایشون دارن چقدر خوشحالن و دارن صحبت میکنن از اینکه بیزنس خودشون رو دارن و اینکه میتونن از هر جایی، مثلا از کامفورت زون خونهشون رو انجام بدن و هیچ محدودیت زیاد ندارن. به علاوه اینکه داشتن یک بیزنس و مخصوصا یک بیزنس آنلاین چقدر میتونه بهشون کمک بکنه به اینکه اطمینان بیشتری داشته باشن به اینکه در آینده میتونن که برای خودشون یک استقلال مالی داشته باشن با توجه به درآمدهای بیشتری که پتانسیل زیادی که تو این نوع بیزنس هستش. و من خیلی جذب این تبلیغ شدم و خواستم که به هر حال با ایشون تماس بگیرم و این بیزنس رو شروع بکنم. این شروع جایی بود که من البته خب بعد از اینکه این اطلاعات رو دادم و اطلاعات گرفتم و بیشتر در موردش دونستم، فهمیدم که حتی خیلی بیشتر از اون چیزا، چون تبلیغ کوچیک یه مدت مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه این نمیشه که کل موضوع رو بیان کرد. بعد از اون دیدم که چقدر واقعا فواید خیلی بیشتری داشته این که آدم بتونه که صاحب کسب و کار خودش باشه، به علاوه این که میتونه که پرسونالیتی خودش رو، مهارت‌های خودش رو افزایش بده و اینکه چقدر واقعا این فرصت‌های آنلاین که ما همیشه هر روز داریم می‌بینیم ولی خب معمولا سطحی ازش میگذریم میریم چیزهای دیگر رو سعی می‌کنیم که امتحان بکنیم. ولی خب اگر که با دید متفاوت‌تر و جدی‌تری بخوایم ببینیم، واقعا می‌بینیم که فرصت‌های خیلی بزرگ و عالی هستن که میتونن که زندگی انسان‌ها رو تغییر بدن. دقیقا. و در واقع من خودم هم زمانی که این بیزنس شروع کردم اصلا به فکر بیزنس نبودم. حقیقتش به فکر این بودم که یک منبع درآمد دوم داشته باشم، حالا از هر شغلی باشه، بیزنسی باشه. ولی اینو برای خودم چیز بود که من آیا میتونم بیزنس انجام بدم، چون وقتی که در مورد بیزنس صحبت میکنیم همون لغتش یه جوری آدمو دلنگران میکنه که آیا اصلا میتونم از افتش برمیام یا نه.
منم همینطوری با یک دوستی آشنا شدم. البته من متفاوت‌تر بودم از توی اینستاگرام آشنا شدم باشون و دیدم که مزایا و پتانسیلش چقدر بالا هستش و اون چیزایی که من میخوام رو داشت، یعنی معیارایی که من میخواستم رو داشت که میخواستم که از هر زمان و مکانی بتونم انجامش بدم و اصلا متکی به کسی نباشم، بتونم در واقع خودم انجامش بدم بدون اینکه رئیس داشته باشم، ولی یه راهنما داشته باشم که حداقل توی این مسیر کمکم کنه. این چیزا برام خیلی مهم بود در کنار اون درآمدزایی که 100% برای هممون مهمه. حالا نهال جان برای شما چه چیزایی مهم بود اول که من اتفاقا برعکس تو دنبال یک کار آنلاین بودم، برای اینکه من وقتی که اینجا وارد بازار کار شدم، خب معمولا به عنوان جونیور وارد میشی و خب حالا ممکنه که بعد از چند وقتی پروموت بشی و اینا. وقتی که توی شرکت بزرگ کار میکنی دیگه ته ماجرا رو میبینی، اینکه حالا رئیست چجوری دارن کار میکنن، چقدر حقوق، رنج حقوقی بین چقدر تا چقدره. و خب وقتی که من توی اون سیستم قرار گرفتم متوجه شدم که اصلا این سیستم درآمدی که من میخوام در نهایت هر چقدرم که من به پروموت بشم برسم به بالای بالا، اون آزادی و درآمدی که من میخوام رو به من نمیده. و خب بعد یه کاری برای خودم راه اندازی میکردم که خب خیلی هم دنبال بیزنس های آفلاین گشتم و تحقیق کردم، ولی متاسفانه مقدار سرمایه گذاری و ریسک ضرر توی کارهای آفلاین خیلی زیاده و خب من دنبال کاری بودم که چون تازه سرمایه جمع کرده بودم میخواستم جایی سرمایه گذاری کنم که مطمئن باشم کمترین ریسک متوجه منه. و خب رفتم دنبال کار آنلاین گشتم، همونجور که تو گفتی دوست داشتم مستقل فعالیت کنم و خب دیگه رئیسی نداشته باشم، چون اولا رئیس که داشته باشی اون خلاقیت و پویایی ذهنت ازت گرفته میشه، باید کاری بکنی که رئیست میگه، همه کارا باید توی اون تایم فریمی انجام بشن که رئیست میخواست و من کلا اون قاب و چارچوب محدودیت رئیس داشتن میخواستم برای کار دومم اصلا وجود نداشته باشه. تا اینکه با بیزنس آنلاین آشنا شدم، در مورد خیلیاشون تحقیق کردم و تنها بیزنس آنلاینی که پیدا کردم که خودم به صورت مستقیم با محصول درگیر نباشم و دردسر محصول و اینکه حالا محصول چه مشکلی داشته، مشتری چقدر مثلا چی میگن کامپلین داره و اینا نباشه، این بیزنس آنلاین بود. و خب اومدم بررسیش کردم، همچین بیگودارم به آب نزدم. اتفاقا منم از طریق اینستاگرام آشنا شدم، ولی پیج خانمی که باشون آشنا شدم و حدود 1-2 ماه شاید حالا بیشتر مانیتور میکردم ببینم که اصلا در مورد چی صحبت میکنن و میخواستم مطمئن بشم که دارم با یه فرد حقیقی صحبت میکنم، فردی که حالا مثلا 1-2 ماه فقط توی اینستاگرام نیست بعدش ناپدید بشه. و اینجوری شد که خب بالاخره سری اطلاعات جمع کردم و وارد دوره آزمایشی شدم و تصمیم گرفتم که این بیزنس رو شروع کنم. دقیقاً به نکات خیلی خوب اشاره کردی، چون خیلی از دوستان هستن که توی پیجای ما رو دارن دنبال میکنن، بیشتر از چندین ماه ما رو بررسی میکنن، مطمئن میخوان بشن که آیا این بیزنس مدل مناسبشون هست یا کلا اون چیزایی که در واقع شکایی که دارن رو برطرف کنن. در واقع توی این لایف قراره که کمی در مورد این لایف بالانس و این کار کارمندی صحبت کنیم که چقدر مقایسه کردن کار کارمندی و بیزنس آنلاین رو صحبت کنیم که چقدر چه چیزایی هستش که ما باید بدونیم. یه چیزی که من واقعا خودم توی این بیزنس متوجه شدم از وقتی که وارد این بیزنس شدم این بود که من قبلا این بالانسش رو نمیتونستم نگه دارم، یعنی اون تایم منیجمنت خوبی نداشتم برای این بیزنس و کار کارمندیم. از زمانی که وارد این بیزنس شدم اینو خیلی به صورت خیلی راحت‌تر و شفافتر تونستم منیجش کنم. این به نظر من یک نکاتی بود که برای من یه نکته بود که خیلی مهم بود، به خاطر اینکه بعضی وقتا زندگی‌ها چالش‌های مختلفی داره و این باعث میشه که آدم یه خورده از یه کاری تمرکزش گرفته بشه روی یه کار دیگه تمرکزش بذاره و این بر من به نظرم خیلی مهم بود. حالا میرم سراغ اصل مطلب. یه سوالی که من اینجا نوشتم اینه که واقعا چی باعث شد که ما از کار کارمندیمون به بیزنس آنلاینمون سویچ کنیم؟ میخواستم از عارف جان بپرسم چه نکاتی بود برای شما که از کار کارمندی سویچ کردین به بیزنس آنلاین؟ بله خیلی ممنونم، خیلی سوال خوبی هستش.
فکر می‌کنم که اکثر ما، هر سری ما و خیلی از دوستانی که احتمالاً ما رو بیننده هستن این لایو رو تماشا میکنن، تجربه کار کارمندی رو هممون داریم. حالا یه جوری که کارفرما داشته باشیم، یک شغل، یک درآمد ثابتی داشته باشیم که هر ماه اون رو به دست میاریم، یک زمان مشخصی که ما برای یک فعالیت خاصی سپری میکنیم و در زمان خاص جایی که باید حاضر باشیم و یک سری فعالیت رو انجام بدیم به خاطر یک حقوقی که در حال آخر ما بهمون تعلق پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنم که یک سری تجربیاتی هستن که برای همه صدق میکنن، یک سری مسائل هستن و یک سری مسائل هم هستش که برای هر کسی به تناسب شخصیت خودش مخصوص اون آدم هستش. من میخوام اشاره بکنم به یک سری از اون مشخصهایی که بین همه کسایی که کارمند هستن مشخص برشون وجود داره که برای یک تعداد ممکنه اون خیلی شدیدتر و عمیق‌تر باشه و یکی هم مثلا سطحی باشه، خیلی بهش اهمیتی نداره. یکی از اون مسائل داشتن یک کارفرما هست که همین الان ما دربارش صحبت کردیم. فکر می‌کنم آدم‌ها یه جوری اصلا به دنیا اومدن، نیچرشون، طبیعتشون یه جوریه که دوست ندارن کسی بالا سرشون باشه بهشون دستور بده دیگه این کارو بکن و مثلا اگر که حالا یه کارفرمای شخصیت خوبی داشته باشه که بیشتر اوقات نمیدونم حالا با توجه به اون موقعیت و پوزیشنی که قرار میگیرن شاید هم دوست داشته باشن یک کمی هم سوء استفاده هم بکنن از این موقعیتش. این خیلی فکر میکنم مشترکه بین همه اکثر آدما که دوست ندارن یه چنین آدمی، یک آدمی که حالا مثلا همونجوری گفتم بخواد یک کمی سوء استفاده هم بکنه بهشون دستور بده، بگه این کارو بکن این کارو نکن. مثلا اگه خب انسانی که برای اشتباه میکنه دیگه کار انجام بده، یه کاری مثلا اشتباه کرده باشه به همین تقصیر هم بخواد بزنه گردن تو که مثلا تو این کار کردی. این رو معمولا آدما دوست ندارن و من هم این رو هیچ وقت دوست نداشتم. من خیلی 12 سال تجربه کارمندی دارم، با سازمان‌های خیلی بزرگ و کوچیک کار کردم. خب تو این بین تجربیات خیلی زیادی داشتم. بعضی از کارفرمایی بودن که خوب بودن ولی خب یه تعدادی هم بودن که واقعا آدم دوست نداشته دیگه باشون کار بکنه. بنابراین دیگه آدم میخواد از یک مرحله تو زندگیش، معمولا وقتی که جوان‌تر هست سال آدم بیشتره ولی وقتی که کم سن آدم بیشتر میشه، آدم دوست داره که سعی بکنه که یک استقلالی برای خودش داشته باشه و سعی کنه که خودش برای خودش یک کسب و کاری داشته باشه که کسی نخواد بهش این دستورات رو بده که این کار رو انجام بده. یعنی این طبیعت بشر هستش. حالا مسئله بعدی هم این هستش که الان شما هم نهال جان هم اشاره کردن که مثلا با سازمان‌های بزرگ کار میکنید که از همین اول از اون روز اول میبینید آخر کار چی میشه دیگه. حالا به هر حال ممکنه که چند وقتی بگذره، چند سالی بگذره، مهارت‌هایی رو آدم تو شغلش کسب بکنه، یک سری اطلاعات جدید رو به دست بیاره و به هر حال اون نتورکی هم که درست میکنه بتونه که ارتقای شغلی داشته باشه. ولی خب آخرش رو میبینی که حالا ببین بعد آخرش اینه که اصلا به یه مرتبه‌ای میرسی و که اون رو تو هم ارگانیگرام سازمان ها آدم میتونه ببینه توی مرحله میرسی این حقوقته و با توجه به این گرانی ها و تورمی که وجود داره و اینکه مالیات بر درآمد رو سازمان ها ویتهولد میکنن، نگه میدارن، هر چقدر هم به تناسب هر چقدر که به هر حال آدم درآمدش بالا میره اون مقدار مالیات هم مثلا این کشورهای جهان اول خیلی زیاد هستش و میبینی که این اصلا متناسب با اوضاع تورم نیست. یعنی هر چقدر که به هر حال درآمد بیشتر میشه مالیات هم بیشتر میشه و اون هنوزم آدم اینجوری که باید که میخواد ارزش وقتش رو، ارزش اون انرژیش رو که میگذاره اون رو نمیتونه دوباره به دست بیاره. بنابراین این محدودیت درآمد یک مسئله مهم دیگری هست و البته با جای مختلف فرق می‌کنه. مثلا من تو افغانستان کار می‌کردم، با سازمان‌های بزرگی مثل اتحادیه اروپا کار می‌کردم. من درآمدم به یورو بوده ولی اونجا خرج می‌کردم به پول افغانستان خرج می‌کردم. اونجا یکم اوضاع فرق می‌کرد ولی که وقتی که مهاجرت کردم اینجا می‌بینید حتی این که برای درآمد شاید یه مقدار حتی چون بیشتر هم هست ولی خب با توجه به هزینه‌های زندگی، کرایه خونه، بالا در رابطه با مالیات صحبت کردیم، همه هزینه‌ها می‌بینید که گرانتر هستش و در آخر اونجوری که آدم فکر میکنه که من شایسته‌اش هستم به خاطر این وقت انرژی که میگذارم اون استاندارد زندگی رو که من میخوام، با کارمندی زیاد جور در نمیاد واقعا، مگر اینکه خیلی کم هستن تعداد افرادی که شغلشون رو واقعا دوست داشته باشن و با تناسب به اون انرژی و وقت که میگذارن هم یک حقوقی دریافت بکنن که بتونه اونا رو راضی نگه داره.
این مسئله دیگه ای هست که من فکر کنم بین من و بین بسیاری از افراد مشترک هستش. حالا یک مسئله خیلی مهم دیگه هم این هستش که این شغل رو حتی اگر آدم دوست هم داشته باشه، حتی اگر که مثلا فکر میکنه که یه ارزشی هم داره تو سازمانش، که من مطمئنم در بیشتر این سازمان ها وجود نداره، تعداد خیلی اندکی از این سازمان ها هستن که واقعا برای کارمنداشون ارزش قائل هستن به عنوان نیروی انسانیشون، ولی خب برای اکثر سازمان ها we are just numbers، فقط ما اعداد هستیم که میریم و میاییم و اون کسی که مسئول سازمان هستش و به فکر خودش هستش که فکر می‌کنم یه جورایی طبیعی هم هستش. هر کسی باید فکرش برای خودش فکر بکنه دیگه و منفعت خودش فکر بکنه. این بین همه انسان ها فکر می‌کنم طبیعی است. و این امنیت شغلی نامطلوب. ببینید الان قراردادها اکثرا به شکل ثابت نیستن. قدیم این شکلی نبوده. حالا میدن اگر کارمند خوبی بودن قرارداد فیکس بهش میدادن و قرارداد ایندفینیت بهش میدادن و خب به تناسب اون رشدی هم که میکرده، مهارتایی که یاد میگرفته، حقوقش هم بیشتر میکردن. ولی الان قراردادها ماهانه هست، حتی نهایتا 1 سال هست و 2 سال هستش و هیچ امنیتی وجود نداره این که این رو بخوان تمدید بکنن. و حتی با توجه به بحران‌هایی که مثلا سازمان‌های کوچیک باش روبرو هستن، مثلا اینکه ممکنه بانکراپت بشن اگر سازمان کوچیک هستش و نو هست، یا اینکه مثلا مجبور بشه که به هر حال نیروهای سازمانیش رو حتی اخراج بکنه یا که نوتیس خیلی شارپ نوتیس بهشون بده که دیگه شما نمیتونید با ما کار بکنید. این رو همه مخصوصا بعد از پاندمیک دیدیم. اگر برای خودمون اتفاق نیفتاده، برای دوستان، اقوام، آشنایان و برای کسایی که میشناختیم حتما این اتفاق افتاده و این خیلی میتونه ناخوشایند باشه اگر انسان فقط یک منبع درآمد داره، فقط یک شغل داره و همون یک منبع درآمد رو هم از دست بده، دیگه میمونه بین زمین و آسمون دیگه. پس این نمیتونه که خیلی یک انتخاب عاقلانه‌ای باشه. خیلی با ارزش هست برای انسان‌ها که همیشه اول این که گفتم وقت و انرژی رو که می‌گذارن، اگر که بتونن که اون ببین حتی اگر که نیاز داشته باشیم که هنوز شغل اصلیمون رو نگه داریم، که خیلی از ما هنوز داریم و شغلامون رو نگه داشتیم، ولی خب فکر می‌کنم هیچ چیز از آدم کم نمیشه اگر که یه مقدار از اون زمانی رو که برای استراحت استفاده میکنه، یه مقدار زمانی که فقط برای تفریح هستش رو بگذاره برای خودش، برای آینده خودش و اون مهارت‌های جدید رو یاد بگیره که اون مخصوصا مهارت‌های پولسازی که مثل فرصتی که ما الان داریم معرفی میکنیم، این مهارت‌های پولساز واقعا اگر که براشون وقت گذاشته بشه میتونه که آینده مالی اکثر افراد رو تضمین میکنه. بنابراین من دو سه نکته‌ای که اشاره کردم فکر میکنم این نکته‌هایی هستن که محدودیت‌های خوبی‌هایی هم داره، اون رو که هیچ کس انکار نمی‌کنه، ولی خب به هر حال اگر که دقیق‌تر ببینیم و جدی‌تر ببینیم می‌بینیم که مخصوصا برای کسایی که واقعا میخوان استاندارد زندگیشون رو بالا ببرن و فکر میکنن که کار کارمندی نمیتونه تنها گزینه باشه براشون، به خاطر اینکه اون به دست بیارن اون چیزایی رو که تو زندگی میخوان، که این تو این دنیا دور زمانه‌ای که همه هزینه‌ها خیلی گرون هستش واقعا امکان پذیر نیستش. بنابراین این چیزایی بود که من دوست داشتم در رابطه با کار کارمندی بگم که هم فکر کنم برای من صرف میکنه و برای اکثر افراد که کارمند هستن. دقیقاً این چیزایی که شما در موردش صحبت کردین در واقع همه ما هستش. کسانی که واقعا حالا کار کارمندی‌های مختلفی هستن، با هر کدوم از اینا ما در واقع دست و پنجه نرم کردیم و هستیم در واقع الان توی همون کار کارمندی. یه چیزی که من واقعا می‌خواستم اینجا منشن کنم، چند وقت پیش توی همون کاری که من داشتم کار میکردم به یه بهانه یا یک ریزن خیلی ساده یکی از همکارا اخراج شد و این بر من خیلی شوکه برانگیز بود که چطور میشه که به این بهانه خیلی ساده یه همچین چیزی اتفاق بیفته. حالا به نظر من نمیخوام که دنبال تقصیر و مقصر کار بگردم، ولی این گارانتی رو هیچ وقت هیچ شرکتی نمیکنه که براتون همیشه شما رو داشته باشه، شما همیشه کار کنه. واقعا این بیزنسی رو که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و بحثمون بر همینه، این موقعیت رو بهتون میده که شما میتونید رئیس خودتون باشین و در واقع بتونید که درآمد نامحدود داشته باشین از این سیستم. حالا یه چیز دیگه که میخواستم اینجا منشن کنم در موردش صحبت کنیم اینه که
ما همیشه توی هر کاری وقتی که شروع میکنیم یه چالشایی داریم. میخواستم بدونم خب این چالشایی که توی این بیزنس آنلاین برای شما پیش اومده، یکی از بزرگترینش مثلا چی بوده؟ در موردش مثلا صحبت کنیم، مخصوصا توی این بیزنس آنلاین، به خاطر که هر کسی که وارد یه کاری میشه یه چالشایی رو در واقع باش دست پنجه نرم میکنه. برای شما چه چالشی داشته این بیزنس آقا عارف؟ بعد از نهال جان میپرسم. بله، راستش خیلی سوال خوبیه. فکر میکنم این اولین باره من دارم در رابطه با این موضوع صحبت میکنم لایف. برای من راستش چالش خیلی بزرگ این بوده که من هیچ وقت شخصیتی نبودم که بخوام که توی سوشال مدیا باشم. شاید سالی یه دونه عکس از خودم میذاشتم حالا تو سوشال مدیا، اونم نمیذاشتم، نمیدونم. یعنی از من اطلاعات خیلی خیلی کمی وجود داشته توی سوشال مدیا و اینکه من بخوام بیام تو سوشال مدیا تبلیغ بکنم و اینکه مثلا الان که لایو رفتم بالا، نمیدونم دفعه چندم که دارم لایو میرم، فکر میکنم هنوزم برای یه اندازه نروس هستم. این برای من فکر میکنم بزرگترین چالش بوده. ولی خب در عین زمانی که برای من یه چالش بزرگ بوده، من این رو به عنوان یه فرصت هم میبینم، چون من که فکر میکنم یکم آدم خجالتی هستم. خجالتی بودن برای من هیچ وقت، نه اون زمانی که تو سوشال مدیا نبودم اصلا، نه الانی که الان هستم و یه فرصت تجارتی و بیزنس رو دارم معرفی میکنم، آدم خجالتی بودن هیچ ارزشی تو زندگی من نداره، غیر از اینکه فقط دست و پای من رو ببنده نه تنها تو سوشال مدیا که کار و فعالیتمون الان اینجا هستش، ولی تو هیچ زمینه‌ای. به هر حال همه آدما یه پتانسیلی، توانمندی‌هایی در درونشون دارن که اون رو باید به شکلی ابراز بکنن. و من هم فکر میکنم که میتونم از دوستان میشنیدم که مثلا خب تو فکر میکنم موضوعات رو میتونی به خوبی بیان بکنی. خیلی فرصت معدودی بود که مثلا من یه فرصت این رو داشتم که یه جایی مثلا به عنوان یه اناونسر وایسم و یک در رابطه با موضوعی صحبت بکنم و یک مسئله رو بیان بکنم. و الان فکر میکنم که من دارم اون مسئله رو که برای خودم یه چالش میدیدم که واقعا برام یه چالش بود رو دارم برای خودم به یه فرصت تبدیل میکنم و من از اون شخصیت خجالتی که اول بودم دارم در میام و این فرصت رو به خودم میدم، این اجازه رو به خودم میدم که در رابطه با موضوعاتی که فکر میکنم خیلی خیلی مهمه، با ارزش بوده برای من، که من دارم کسب و کار خودم رو پیش میبرم و همچنین که میتونم که این فرصت عالی رو که پتانسیل همونجوری که گفتیم خیلی میتونه که فرصت فوق‌العاده‌ای باشه برای درآمدزایی، رو به دیگران هم معرفی بکنم. بنابراین این فکر می‌کنم مسئله خیلی بزرگی بود، یه چالش بود برای من که من الان اون رو مثل یه فرصت می‌بینم. دقیقاً. آره، خب خوبی این بیزنس اینه که هر کسی با هر شخصیتی و هر بک‌گراندی که داره میتونه خودش رو فیت کنه دیگه، چون هر کدوم از ما برند خودمون رو داریم و خب شخصیت متفاوتی هم داریم. در حقیقت اون برند ما شخصیتمونه که حالا ما در قالب بیزنس میایم محتوا تولید میکنیم، هر کسی شخصیت خودش هم با خودش میاره. فاطمه، برای من چالش، راستش رو بخوام بگم، بزرگترین چالش برای من این بودش که چالش مالی بود اول از همه، به خاطر اینکه ذهنیت من نسبت به پول وقتی که کارمند بودم تا وقتی که الان که بیزنس دارم خیلی متفاوت بود. برای اینکه من از اول اینکه شروع به کار کردم همیشه عادت به این داشتم که برای تایم مشخصی که کار میکنم، حالا اینجا توی کانادا هر 2 هفته یه بار حقوق پرداخت میشه، هر 2 هفته یه بار حقوق ثابتی بگیرم، فارغ از این که حجم کار چقدره، من چقدر خوب اون کار رو انجام دادم یا چقدر اون شرکت بازدهیش خوب بوده بد بوده، من آخر اون 2 هفته اون حقوق رو دریافت میکردم. وقتی که بیزنسم رو شروع کردم، خب بالاخره هر کاری که میخواین شروع بکنین، اول تا اینکه آموزش ببینید، بعد اون کار رو غلطک بیفته و بتونید ازش درآمد کسب کنید، یه کمی زمان میبره. حالا بسته به اینکه شرایط هر کسی متفاوته، اینکه چقدر زمان بذارید، چقدر سریع پیشرفت بکنید، برای هر کسی میتونه متفاوت باشه، چون خب هر کدوم از ما شرایط مختلفی داریم. ولی برای من چالشش این بودش که من یه ماهایی خیلی تلاش میکردم و خب تجربه خاصی هم نداشتم و حالا الان که بهش فکر میکنم، مثلا اگر که ماه اول یه تلاش خیلی زیادی برای بیزنسم انجام میدادم، شاید ماه سوم یه نتیجه فوق‌العاده عالی میگرفتم ازش. منتها خب من بی تجربه بودم،
بیزنس نکرده بودم. توی همون ماه اول میگفتم ای بابا من همه کار کردم پس چرا نتیجه نداد، پس چرا اینجوری شد. میدونی همیشه منتظر بودم، چون خب عادت کرده بودم که همیشه یه کاری انجام بدم 2 هفته بعدش حقوق بگیرم. حالا هرچند که درآمدی که از این آنلاین بیزنس دارم چند برابر کار کارمندیمه الان و خب خیلی هم خوشحالم که این فرصت رو غنیمت شمردم و از دستش ندادم، ولی چالش اولیه برای من این حالت استمرار و پشت کار بود و اینکه صبر کنم. بیزنس ماهای خوب داره، بیزنس ماهای بد داره، مثل کارمندی نیستش که همه ماها برات یه خط صاف باشه و تو بخوای یه حقوق صاف یعنی یه حقوق فیکسی دریافت کنی. ممکنه که بعضی وقتا انقدر سود تو توی اون ماه لایف قطع اشکال نداره. آره خلاصه همونچی که داشتم میگفتم این چالش بزرگ من بودش که خب من یه ماهای خیلی سود عالی میگیرم و خب باید صبور باشم، مثل همه بیزنس های دیگه بالا پایین داره و خب برای اینکه موفقیت برسی یکی این که استمرار باید داشته باشی. من اگه ماه اول میدیدم که تازه کارم خیلی چیزا رو بلد نیستم، تازه دارم آموزش میبینم، بعد بگم که ای بابا پس چرا مثلا من درآمدم 3 برابر کارمندی نیست الان، خب مطمئنا الان به اینجا نمیرسیدم اگه ول میکردم و میرفتم. ولی خب این تغییر مایندست و تغییر دیدگاه من نسبت به پول درآوردن میتونم بگم بزرگترین دستاوردی بوده که من توی این بیزنس داشتم. دقیقاً چالش بوده اولش. چالش بوده. آره برای منم همین بود، چون تقریبا شبیه نهال بود، به خاطر اینکه من از یک مایندست کارمندی میمدم و مایندست بیزنسی نداشتم و واقعا طرز فکر بیزنسی خیلی متفاوت تر از چیز هستش، کارمندی هستش که باید آدم روش کار کنه و این بر من یه خورده طول کشید. خیلی تلاش کردم و خیلی چیزای جدید یاد گرفتم که همونطور که نهال گفت صبور بودن توی این بیزنس، همین که آپگرید کردن خودمون هر روز، stay plug in the system، همیشه توی سیستم باید پلاگ باشه و چیزای جدید یاد بگیره و روی چیزای منفی، افکار منفی رو بذاره کنار، روش کار کنه که اونا رو منیج کنه تا بتونه توی این بیزنس موفق بشه. حالا خیلی لایو خوبی بود، خیلی دوست داشتم. یک سوال پایانی ببخشیدن امروز خیلی سوال میپرسم از آقای عارف عزیز. میخواستم بدونم که توصیه شما برای دوستان چیه؟ دوستانی که میخوان بیزنس آنلاین شروع کنن ولی هنوز دو دل هستن، هنوز تردید دارن. فاطمه جان، آقا عارف فکر کنم دیسکانکت شدن. اگه دوباره بتونی بیاریشون بالا. حتما. امروز یه ذره فکر کنم مشکل داریم توی بله من نمیدونم چه اشکالی هست، ولی خب الان منو میبینید، صدای منو میشنوید؟ آره خیلی خوب شد. چون من چند لحظه داشتم فقط صدای شما رو، تصویر شما رو میدم، صدای شما رو میشنیدم ولی خودم رو نمیدیدم. من فکر کردم که من نیستم. به هر حال اگر صدا و تصویر من درست هست من سوالتون رو الان اوکی. که بجواب سوال کنم. خیلی ممنونم. البته اولین مسئله فکر می‌کنم تو در جواب دادن به این سوال این هستش که آدم‌ها برای خودشون ببینن که چی میخوان تو زندگیشون. بعضی آدم‌ها هستن که خیلی قانع هستن به همون زندگی که دارن و یا اینکه اصلا از اول اونقدری مثلا توانمندی‌های شخصیتی دارن، مثلا یه بیزنس هم قبل داشتن و یا اینکه به هر حال اون یا خودشون یا به هر حال از خانوادهشون براشون یک مقدار زیادی هم ثروت وجود داشته که اونها رو ما مستثنا می‌کنیم. ولی خب من در رابطه با اکثر آدم‌های اجتماعی که در زندگی می‌کنیم صحبت می‌کنیم اینکه آدم‌ها اکثرا تماشاگر هستن و هیچ قدمی بر نمی‌دارن، به خاطر اینکه یک قدمی بردارن در راستای اون مسائلی که تو زندگی براشون مهم هست و میخوام اونا رو به دست بیارن. خب مطمئناً اگر که ما هیچ کاری نکنیم هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیفته. پس اولین مسئله همین هست که گفتم که میگم باید مهم باشه اون چیزی که ما میخوایم برای ما اونقدری مهم باشه، اونقدری با ارزش باشه که بخوایم براش تلاش بکنیم. حالا این میتونه که اولین مسئله تو زندگی گرون امروز این هستش که ما بخوایم که برای خودمون کسب و کاری داشته باشیم که بتونیم از طریق اون زندگی خوبی رو برای خودمون و برای عزیزانمون فراهم بکنیم. این مسئله اولی هستش. و بعد مسئله دوم فکر میکنم هیچ چیز با ارزش دنیا بدون زحمت به دست نمیاد.
ما باید خودمون رو یکم زحمت بدیم. حالا وقتی که اگر که یک شغل ثابتی هم داریم، یک شغل تمام وقتی داریم، در کنارش اگر میخواییم که یک مهارت جدید رو بیاموزیم، یاد بگیریم که با مطمئن هستیم که خیلی، چون میبینیم تو سوشال میدیا الان، میبینیم اینترنت چقدر قدرت داره، میبینیم که چقدر بیزنس های، مثلا الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ارزش بیزنس های آنلاین توی اینترنت یه چیزی بین 7 تا 8 تریلیون دلار هستش ارزش بیزنس، پولی که به هر حال از طریق بیزنس های دیجیتال و آنلاین مبادله میشه و این یک رقم بسیار بالایی است که همینطوری داره به شکل صعودی پیشرفت میکنه و ما میدونیم که این اتفاق میفته. داریم میبینیم آدمای خیلی زیادی دارن از طریق اینترنت پول در میارن و فقط دارن نگاهشون میکنن. اگر واقعا براشون مهم هست زندگیشون، زندگی خودشون، عزیزانشون و وقتشون و اینکه بخوام برای خودشون بها بدن، یک مهارت پولساز رو یاد بگیرن، در حال باید یک قدمی بردارن و این قدم از فرصت‌هایی است که براشون معرفی میشه. مثلا همین فرصتی، من نمیگیم که این تنها فرصت هست، فرصت‌های بسیار زیادی وجود داره، ولی خب این فرصت هم فرصت واقعا عالی و بی‌نظیری هستش که ما برشون معرفی میکنیم و مطمئن هستیم که این فرصتی که برشون معرفی میکنیم در قدم اول هیچ ریسکی برشون نداره، به خاطر اینکه اونا فقط با پرداختن مبلغ $149 میتونن که تمام اطلاعات رو به دست بیارن. اگر دوست داشتن به هر حال این بیزنس رو انجام میدن، اگر دوست نداشتن عین اون $149 بهشون برگردونده میشه. بنابراین فکر میکنم که این دو تا مسئله مهم است. اول اینکه آدما باید بدونن که چی میخوان تو زندگیشون و برن قدم بردارن در اون جهت، و مسئله این که بدونن که هیچ چیزی با ارزش دنیا بدون زحمت به دست نمیاد، ولی خب ارزشش رو داره. البته که ارزشش رو داره. آدم خودش رو، شخصیت خودش رو، مهارت‌هاش رو بالا میبره، به خودش یک ارزش افزوده‌ای به وجود میاره، برای خودش به وجود میاره. مثل که من گفتم، من سعی میکنم از اون آدم خجالتی که بودم خودم رو به آدمی تبدیل بکنم که اپروچبل باشه. به خاطر اینکه خب شخصیت خجالتی بودم، برای من هیچ ارزش افزوده‌ای تو زندگی من نداشت و به هر حال این مهارتی که آدم یاد میگیره، این مهارت ها میتونه که فرصت‌های بی‌نظیر رو، بسیار زیادی رو برای ما به وجود بیاره و با کمی زحمت و تلاش میتونن که به هر حال اون چیزی رو که واقعا میخوان تو زندگی به دست بیارن بشه. امکان داره. کاملا با حرفاتون کاملا موافقه. خیلی از دوستان این چیزو دارن، نگرانی ها رو دارن. در واقع نگرانی های ما از چیزایی نشد میگیره به نظر من از اینکه آدم متوجه نیست و دانششو نداره. باید حتما وارد بشن تا اطلاعات کامل دریافت کنن. خیلی ممنون از آقای عارف عزیز، امروز وقتتون رو با ما گذروندین و اینجا بودین. از سخنان شما خیلی استفاده کردیم. امیدوارم دوستای عزیزی که این لایو رو میبینن هم همینطور از این حرفا استفاده کنن و یه تصمیم هوشمندانه برای خودشون بگیرن. اگه که علاقه‌مند هستین اطلاعات بیشتر رو بدونین، شما میتونین چه با من، چه با آقای عارف عزیز، چه با نهاد، با هر کدوم ما میتونین که شما اسم موبایلتون رو بفرستین یا با ما کانکت بشین تا ما تمام اطلاعات رو در اختیارتون بذاریم. تشکر از همه دوستانی که لایو دیدن و تشکر از شما دوستان. خیلی مرسی. ممنونم، متشکرم. روزتون بخیر. روز شما خداحافظ. بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ.